مقصد ناقشش دم اصلا نزنم دیگه. علیکم، خوش آمدین عزیزای دلم. در امروز برنامه اسمه امیدوارم کلگیشم جور باشین، سالم باشین و کنار خانواده محترم خوش و خوشحال زندگی کنین دیگه. اینالی ما کم آماده شدم، گفتم یکم دیگه هم ریشنم چون امشب قرار است بریم پارک و پارتی خانوادگی داشته شیم کنار هم دیگه. باز گفتم باش که شمارم قنجقه خوب رو. سایکن برابر شد منظرشون. نه این طرفش یک ذره کمه. بخیال میشه اشتزی زیاد زیاد سرخ میشه. اینه خب دیگه گایز، اینه دیگه عزیزای دلم ریشتیم قد از ما باشین دیگه. امشب یک ویدیو خیلی قشنگ و جذاب قراره بلیشیم بگیرم دیگه. باشین فعلا، بریم دیگه بخیر. دختر دلم غمگین و زارم، من میرم ملک هجران است تو باشه، من میرم سنگ ماشه، من میرم سنگ ماشه. تو کی با ما سر یاری نداری، خدا دانه که دانی یا ندانی، دلم از با تو سجاد رو خد مانند مهتاب.
خب دیگه از زای دلم بالاخره بعد از یک عالم دیر رسیدیم دیگه. مثل دیگه رایم تا اونام باید اینجا گفتم باش از چهار طرف یک ویدیو بگیرم شما فضا رسل کن. خیلی شلوغیم شد اما اینجا خیلی بد زکام کردم دیگه. صدامتان کلن گرفته نمیدونم چی خواد شد. من میخوای منظور سوار شدم سلکن چطور بال ماره، ولی فکر نکنم ما بیم بیله چون مگه در جاهای بلند سوار نشون اینجا خطا متا نشنه. باش سلکن دیگه اینجا ششته منتظر تا دیگه را کی مرسه. انتظار خیلی سخته چون ما حرکت کردیم اما دیم رسیدیم ولی اونا هنوز درگش نداره. باش که کی مرسه بالاخره. خب دیگه گایز بالاخره رسیدیم دیگه. سیلکن ویو را خودونشیم بس ما بلدشیم ویدیوهای بیشتر را حتما میگرم قشنگ چیزا را بلدشیم خواهد نشان دادم دیگه. باشیم با هم. شما هم تنوز لایک سابسکرایب زیاد شیم نده تمام مرسوم دیگه. خب دیگه ایم از نانیم شو از موکی کدایی پخته کردیم. یک دور همی رزه فامیلی هسته. ما همیشه کوشش می‌کنیم که از لحظات ریزه لذت ببریم دیگه. شما ایدتان همیشه خوش بگذره و دلم خواست بلیزی بشیم که خیلی خوب شیم از امده دیگه. میتونیم از بال کلگی را سیل کنیم و از اینجی ویدیو ممکن قشنگتر میاد دیگه نسبت ده دیگه جایا. نه آبی مزی آنو اینجا ششته دیگه آنو نه سلکین در امور از پایین تماشا همونه گفته که بوتایشون بپره پس قدم سود سرشون کشنی. خوب دیگه از دلم امشب جایش واقعا خیلی خالیه دیگه. شما از منظره دارم خیلی لذت برده رهیم چون این دوره همه های رزه باعث میشه که آدم بیشتر صمیمیشونه بیشتر از زندگی لذت ببره. درسته شرایط سخت قرار داریم و دشوار است ولی باید همیشه از زندگی لذت برد. خب دیگه قشنگای من سلکین ویو را دیگه. ایم از بالا ویوی پارکی عسکری یا عسکری پارک دیگه. سلکین ما تقریبا میخوایی دیگه تاشنی راوند آخره دیگه. بس گفتم اینی طرف ها رو بلدشم نشان میدم سلکن. چقدر جلو بل منه اینی ویو ها سلکن دیگه که شما هم لذت ببرین از ویدیوی من. خب دیگه اینجا نوبتی کشتی سواری بود. البته یک دریاچه رزه در یاد افغانستان دیم باش یک دفعه سوار شدیم سیل کنیم. دوره این دختر خاله مسافر خراب شد دیگه. اون او طرف نمو رفت دیگه. چپلی رلوش کتد میخواست بیزنه دیگه. اینه قصد خوش داد نمونی ما هستم راننده شما اینجا. هم فایده میشه ات مزه نمیدیم
تانا پایه اسمو بنده تانا پایه اسمو بنده میشه تو راحت بیشی او سر جو آبی تمندم شدم خودم مقصد نقش اشتم اصلا نزنم ما خود ما زیاد ششتمین دفعه نوبت آبیم ما گفتم باشه یک چکر رو هم بشینم باز چرخ فلک چون گفتم سر چرخک نشنم بازم زیر ترین شندم دیگه سلکین فیوره اینه اونوش هم خوب شیه خوب مزم دیه دیگه گایز هم تو کوشیم خیلی زکام دارم بدرختم بس دیگه کم کم ویدیو میگرم یا چون آهنگ زیاد نمیتونم گپ بزنم چون کاپرایت میگیره بس دیگه طریقه است خب دیگه از دلم دیگه ساعت تقریبا 1 بجه دیگه میخوای برد طرفی خانه بس دیگه اینجا بزیدرش بس خوب نیه بولیم دیگه کم کم بخیر طرفی خانه چی تاریکه بس نوره زیاد خواندم نمیشه تصویر دیگه هوا هم سرد شده دیگه ما هم زکام دارم باز زیاد ویدیو هم گرفته نمیشه چون در بین محل است دیگه شاید بعضی اجازه هم نداشته شه سرصدا هم هست شاید آوازم صحیح نیه دختر دلم غمگین و زارم من میرم ملک هجران است تو باشه من میرم سنگ ماشه من میرم سنگ ماشه تو کی با ما سر یاری نداری خدا دانه که دانی یا ندانی دلم از با تو سچاق رو خد مانند محتاب